امیدوارم حالتون عالی باشه. عروس جلوی داماد قرار گرفته و هر دو تا دستای همدیگر رو گرفتن. حالا هر دو دست چپشون رو بالا میبرن. عروس باید با یه حرکت کنار داماد قرار بگیره که این چرخشی که داره انجام میده با گام همراهه. دقت کنید. عروس با پای راست یک گام به سمت راست حرکت میکنه و پای چپ و کنار پای راست قرار میده. در اصل در اینجا کاملا پشت به دوربینه. حالا با پای راست به سمت دوربین برمیگرده. پس عروس هر دو گامو از سمت دوربین انجام داده و در اصل داره به سمت دست راستش چرخشو انجام میده. خب بریم برای مدل دستشون. خیلی ساده و روان بخوام بگم، داماد با دست چپش دست عروس رو تو دست راست خودش قرار میده و همونطور که میبینید عروس دست راست خودش رو رها میکنه و سر و نگاهش همه به سمت دست راستش حرکت میکنه.